دوتا گردنبند گرفتم و اینا خودم از خونه چادر می آوردم. این چادرها رو نمیتونم نگه دارم. این سلام به این ولاگ دیگه خیلی خوش اومدین. من فریبا هستم. امروز روز 7 فروردینه و با خواهرم دارم میرم که بریم تجریشگردی. الان هم سوار مترو شدیم، یعنی داریم میریم که سوار مترو بشیم و با ما همراه باشیم. ما خیلی دیر افتادیم، فکر نمی کنم شب به مترو برسیم. قلبم درد میکنه. 2000 years later. او چقدر پلی برقی داره. ما بی خودی ایستگاه خودمون رو مسخره میکنیم. دوتا گردنبند گرفتم. از این به بعد این فروردین دیگه همیشه گردنم. اینجا خیلی شلوغه، اصلا شرایط فیلم برداری ندارم. سیمیت گرفتیم، الانم منتظر سیب زمینی با قاچ سفاری و چیکن سفاری هستیم با سس چدار. 40 تومن شد سیمیتش. چه خبره؟ نون سر میره 20 تومن. شوخی میکنی؟ سلام تجریش. واقعا گرون. تو کجایی؟ 190 ببخشید پکیج 323 دینار. سیمیتش از اینجایی که همیشه میخریم خیلی گرون‌تر بود، ولی خیلی خوشمزه بود. آره این قارچ سفاریشه، انا شکنشه، جامون تنگه. نوشابه بخور بره پایین. خیلی زیاد بود دوتا و یکی میگرفت. خب دوستان، برنامه پلن بی شد پلن سی. داریم حاضر میشه که بره توی امامزاده. منه بگی بی چادر میکنم، میگم بی چادر میکنم. به خوب نشده؟ اوکی نه اوکیه. خیلی خوب. ایشالله که چیز باشید نائب الزیاره. چی میگه؟ زیارت هم قبول. سخت آدیداس با حجاب. بده من. بفرمایید. من اومدم داخل امامزاده ساله، ولی چون که به خاطر ناخونام غسل ندارم نمیتونم برم داخل زیارت و الان فقط اومدم که توی سر بچرخم، از دور زیارت بکنم. یه حال منقلبی دارم، جدی میگم.
فکرشو نمی کردم که مثلا بیام توی امامزاده سالگی یه دفعه دلم خواست و اینا خودم از خونه چادر می آوردم. این چادرها رو نمیتونم نگه دارم. این کافشنی هم که زیر این پوشیدم خیلی مانعه. برگشت خیراتو بدید من. و شما شاهد همین یادش گیت قدم بیاد بریم بریم برو جلو اینگاری بریم؟ آره احسان اصلا نذاشتم یه ذره طول بکشه. سریع بلا پخته آماده بفر بلا بفر چه بخاری یا بلاله مشروع میدیم داغه خیلی خوشمزه.